سرخط خبرها. عبدالستار پیر محمدزاده زیر فشار اعتراف ویدیویی داده است. روسیه کوتا را برای گرفتن RVP کمتر کرده. میگفت به جانم رساندن. دادستانی به تحقیق مرگ سرباز در خراسان آغاز کرد. روز بخیر بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی را تماشا دارید که از استودیوی دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 10 اکتبر است. پیوندانی عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگاری بازداشت‌شده تاجیک میگویند او زیر فشار در نوار به گناه اقرار کرده است، ولی حالا میخواهند مقامات پیش از مرافعه آن را تحقیق و از اعتبار ساقط کنند. به ادعای آنها ویدیو ماه ایول امسال در اداره امور داخلی شهر وحدت ثبت شده در جای نشر نشده است، ولی دلیل اساسی مقامات به ضد اوست. در اداره امور داخلی وحدت قضیه را شرح ندادند. برادرش عبدالکریم پیر محمدزاده روز 9 اکتبر به رادیو آزادی گفت درباره مجبوری بودن نوار عبدالستار پیر محمدزاده ماه ایول امسال عریضه نوشته بوده است. عبدالستار پیر محمدزاده که در گذشته در رادیو و تلویزیون دولتی کار کرده، سالهای اخیر همچون بلاگر فعال بود، ماه ایول امسال دستگیر شد. وزارت کارهای داخلی او را به افراطگرایی متهم کرد. این اتهام از 3 تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. روسیه شماره کوتا را برای دریافت اجازه اقامت موقتی یا RVP در سال آینده کمتر کرده است. دیوان وزیران این کشور خبر داده است که روسیه سال 2023 برای دریافت RVP بیش از 13535 کوتا جدا کرد که برای خارجیان و شخصانی به مقام شهروند پیش بینی گردیده است. در مقایسه با سال گذشته شمار کوتا 5500 کمتر بوده است. کاهش کوتا برای دریافت حق اقامت موقت در روسیه در حالی است که صدها نفر شهروندان تاجیکستان تلاش میکنند از همین راه شهروندی روسیه را به دست بیارند. با اطلاع مقامات روس در نیم سال اخیر بیش از 70000 تاجیکستانی شهروندی گرفتند، یعنی هر روز بیش از 400 نفر شناسنامه روسیه را گرفته است. اخیراً مقامات تاجیکستان هم از 2 برابر زیاد شدن سفر شهروندان به خارج به خصوص روسیه خبر دادند. کارشناسان یک کمیته سازمان ملل گفتند که رشوه‌خوری و فساد گسترده در تاجیکستان، بیکاری، مزدکاری کم و سطح پست دانش در مکتب‌ها مایه نگرانی است. کارشناسان کمیته حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سازمان ملل در ژنو گزارش حکومت را درباره تامین حقوق اجتماعی و اقتصادی در 5 سال گذشته بررسی کردند. آنها گفتند تاجیکستان در رده‌بندی ارزیابی رشوه‌خوری در بین 198 کشور در مقام 153 جای گرفته است. عین زمان کارشناسان از تلاش‌های حکومت برای مبارزه با تبعیض و رعایت حقوق کارگران و تامین امنیتی آنها در جای کار ستایش کردند. ارزیابی گزارش تاجیکستان روزهای 4 و 5 اکتبر امسال در شهر ژنو صورت گرفته است. دادستانی ولایت ختلان به تحقیق مرگ یک سرباز در ناحیه خراسان آغاز کرده است که به گفته فرماندهانش خودکشی کرده است. ادعایی که مادر طاهر مومنوف سرباز بریگاده هوا برد و ضربه زن باور ندارد و برای همین از دادستانی خواسته است مرگ پسرش را تحقیق کند و اگر کسی گناهکار باشد به جوابگری کشند. افسران قسم نظامی در ناحیه خراسان هنگام شرکت در دفن سرباز در زادگاهش به مادر و دیگر نزدیکان او گفتند که پسر آنها خود را در داخل چرخبالی نظامی با تسمه آویخته است. فاجعه به گفته مادر 25 سپتامبر رخ داده است. شادیگل مومنوف مادر طاهر مومنوف میگوید پسرش چند روز قبل از حادثه برای چند روز رخصتی گرفته به خانه آمده بود، اما روز 22 سپتامبر برای ادامه خدمت به قسم نظامی برگشت، ولی روز 25 سپتامبر جسدش را آوردند. در گذشته هم خودکشی سربازان و یا در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها مشاهده شده است. بدرفتاری با سربازان را یکی از سبب‌های اصلی رخ دادن فاجعه ها در ارتش مینامند. وزیر معارف و علم تاجیکستان به ناحیه باباجان غفوروف و شهر اسفرای ولایت سوخت سفر کرده به دهها خوانندگان و آموزگاران که در مناقشه اخیر مرزی منزل‌هایشان ضرر دیده و نزدیکانشان را از دست دادن اظهار همدردی و کمک‌های پولی و مالی کرده است. این وزارت با نشر چند عکس در شبکه فیسبوک خبر داد که رحیم سعیدزاده وزیر معارف به خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی لباس زمستانه مکتبی، سومکا، پایافزال، کتاب‌های بدیعی و درسی تقدیم نمود. با آموزگاران منزلشان از حادثه خراب گشته و عائله‌های اعضایشان ففیده از 2 تا 45 هزار سومانی مبلغ تقدیم کرده است.
مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از 14 تا 17 سپتامبر امسال ادامه کرد و از دو طرف بیشتر از 100 نفر کشته بر جای گذاشت. چندین مکتبی نزد مرزی هدف حمله قرار گرفته و پررو و قسما تخریب شدند. سه دختر جوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان به یک دهه دوردست ناحیه نورآباد رفته به خوانندگان مکتب درس میدهند. به خاطر دور نماندن دختران از تحصیل در خود ناحیه نورآباد معلمان نمیرسند. معلمان جوانی که از بدخشان آمدند میگویند هدفشان اصلاح همین کم بوده است. همکارانم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی در همین باره گزارش میدهند. بچه عزیز، فن گیومتری در آینده برای ما چی کاره این فن میخونه؟ مشکیناز ممدشویوا 21 ساله است. او به خوانندگان از فنهای فیزیک و متمتیک درس میدهد. مشکیناز از ولایت مختار کوهستان بدخشان به شهر باختر آمده در دانشگاه تحصیل کرد. تقدیر او را به این دهه دوردست ناحیه نورآباد آورد تا به این نورسان علم آموزاند. و سبب آمدن ما در اینجا اینه که سبب که در اینجا کادر نیست، در بدخشان همه کادر بسیار است. سبب که این طلبه درس یگان سواد بیاموزند، آینده این جوانان پیشرفت کنند. برای که بدخشان آمدیم برای طلبه درس داده استیم، چی کوشش که کرده استیم به خاطر این طلبه. دهه دولاخاک ناحیه نورآباد قریب 40 خانواده دارد. تا 3 سال پیش مکتب دهه تا صنف 4 بود. خوانندگان برای ادامه تحصیل مجبور بودند که 7 کیلومتر راه را طی کرده به دهه دیگر روند. به خاطر دور و خطرناک بودن راه، بعضی والدین دختران خود را به تحصیل نمی‌گذاشتند. چند ساکن دهه را برای این کار جریمه هم کردند. 3 سال پیش مردم دهه طریق حشر صنفخانه‌های نو ساختند. اکنون دختران و پسران در مکتب دهه تا صنف 9 می‌خوانند. مشکیناز و 2 معلمه جوان از بدخشان به خوانندگان درس می‌دهند. شرایط طلبه هم خیلی چی است. درس را تیار بکنند، میان درس میدهند. از خیلی سازند طلبه نه که قشلاقند، نه خودنگیان از صنف 1 و قید چی ندارن، نه که کوشش داریم که آینده نه که اینا یگان کادر برایند. اختصاص برای اینا یاد میتیم که یگان آینده در آموزگار شوند، آموزگار کار کنند، دیرکتور مکتب شوند که دیگر بدخشان نیارن، خودشون همجا کار کنند، مکتبی خودشون آباد کنند. برای همین کسب کار یعنی برای اینا کمک میکنه که آینده کسب خودشون انتخاب نمایند. 3 معلمه از بدخشان در یکی از حجره‌های مکتب زندگی دارند. ساکنان دهه به آنها کمک میکنند. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 10 اکتبر را فرا می گیرد. 10 اکتبر سال 1957 زاد روز ژورنالیستی معروف باباجان اکراموف است که در رشد تلویزیون تاجیک و با معیارهای زمانوی مطابق شدن آن زحمت زیاد کشیده است. تا سال 1995 نزدیک 20 سال از مقام محرری در تلویزیون دولتی تاجیکستان تا رئیس کمیته رادیو و تلویزیون در این ساحه کار کرده. بعداً یکی از مؤسسان هفته‌واری ورارود شد. اکراموف گفته است تا زمانی که شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان به بررسی موضوعهای داغ جامعه روی نآورند، تماشابین تاجیک پایبند شبکه‌های خارجی میماند. با تشبث شورای اروپا در سال 2004 10 اکتبر روز مخالفت با حکم قتل اعلان شده است که هدفش پیشگیری از اجرای حکم‌های قتل محکوم شده ها می باشد. در تاجیکستان تا سال 2004 این مجازات وجود داشت، ولی ایون آن سال مجلس نمایندگان به اجرای حکم قتل مراتوری یا تحریم اعلان کرد. بیکار شدن حکم قتل به اندیشه حقوق شناسان بین المللی یک اقدام بشری بوده، امکان پیشگیری از حکم‌های اشتباهی قتل را فراهم می‌کند. 10 اکتبر در تاجیکستان روزی فلک تجلیل می شود. جشنگیری عید این موسیقی قدیمی مردمی از سال 2004 شروع شد و سال 2007 با یک امر پرزیدنت تاجیکستان به حکم قانون درآمد. مقصد از این روز مثل تجلیل روز ششمقام حفظ و رشد و آموزش این ژانر موسیقی سنتی است که تاریخ بسیار قدیمی و چهره‌های معروف خود را دارد. بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است.
навиди бомдодиро тамошо кардед. матлабҳои дигари моро метавонед дар вебсайти радиои озодӣ дар нишони ozodi.org пайгирӣ кунед. То фардо дар ҳамин вақту соат хайр, худо нигаҳдор.